تا حالا به این فکر کردی که اگه 8 سال به سرت هیچ شامپو و شوینده‌ای نزنی چه اتفاقی میفته؟ این مرد 8 سال پیش دچار یه بیماری شد که باعث خارش شدید پوست سرش میشد. آیدان میگه که تنها 100 سال است به وجود اومدن شامپو گذشته. انسان‌ها قبل از اون موهای ناجور باشه نداشتن. پس بیاد شامپو رو کنار بذاریم و ببینیم که چه اتفاقی میفته. اون میگه که چربی طبیعی موها به مرور کنترل میشه و سلامت موها به حالت طبیعی برمیگرده. آیدان تقویت موهای خودش رو با استفاده نکردن از شامپو گزارش کرد. اون دلیل گرفتن این تصمیمش رو اعتقادش به آسیب‌های مواد شیمیایی بیان میکنه. اون فقط موهای خودش رو با آب میشوره و از برس زدن مرتب برای توزیع چربی طبیعی توی سطح موهاش استفاده میکنه. این در حالیه که متخصصان معتقدن که استفاده نکردن از شامپو باعث بروز بیماری‌های قارچی توی پوست سر میشه. اون با راه اندازی کانالش و انتقال تجربیاتش موجب به وجود اومدن یه جنبش به نام نو شامپو یا بدون شامپو شده که افراد زیادی توی این جنبش عضو شدن و زندگیشون رو بدون شامپو میگذرونن. نظر شما چیه؟ به نظرتون استفاده نکردن از شامپو کار درستیه یا غلط؟